بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را به دیگران رسانید تا از اجر و پاداش بهره مند شوید و دیگران از دین خود با خبر شوند. امروز درباره یک مسئله سخن می‌زنیم که بسیار مردم میپرسد، از برادران سوال میکنن بسیار. برای همین خواستم اینو بیان کنیم برای برادرها خواهرها که بفهمند در مسئله که آیا الله در زمین خلیفه دارد، جایگزین دارد. اگر در این مسئله اختلاف کردن اهل علم نیکی درست نیست. حتی کلمه‌ای که ما میگوییم که به کسی میگوییم که وای خلیفه الله یا که خلیفه الله در زمین است، درست نیست. این سخن ما گفتن که الله در زمین خلیفه دارد، یعنی جایگزین دارد. چرا؟ برای که وقتی که ما میگوییم که خلیفه معنای دارد که آن کسی که خلیفه من پسران من هستند، پس از من میبیایند. خلیفه معناش پس آمدن، پس از من میبیایند. همنا خلیفه من میگن، خلف من. برای همین خلیفه از کسی میشود که وای غیب میشود. در غیب مثلا پادشاه، خلیفه او کی میشود؟ وقتی که پادشاه که نبود، سلطان یا که امیر که نبود، کسی دیگر از جای او خلیفه میشود در جای او تا آمدنی پادشاه. مثال میبریم. برای همین کسی که غیب است در جای او خلیفه میشود. خیلی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، از دنیا گذشت، خلیفه او کی است؟ ابوبکر شد. برای همین خلیفه از کسی می شود که وای میرنده است یا که غایب است و دیگر کس او را از پس او جایگزین می شود، خلیفه می شود. و ما میگیم که خلیفه الله در زمین، الله در زمین خلیفه ندارد. الله شاهد است، الله غایب نیست. الله همه می بیند و غایب نیست که یک کس از تن او خلیفه شود، جایگزین شود. قریب است، دور نیست، می بیند، میشنود همه را. به خلیفه احتیاج ندارد که از چی؟ از تن الله خلیفه شود. پس این بسیار امکان پذیر است که الله یک کس از الله جایگزین شود، خلیفه شود. ولی الله خلیفه بنده مؤمنش است. الله خودش خلیفه بنده مؤمن است. برای چی؟ برای که بنده از دنیا میگذرد، الله خلیفه او است، الله باقی میماند پس از او. پس الله میشود خلیفه همون انسان. چه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیث دجال، پیغمبر چی میگه؟ و یخرج و انا فیکم فانا حجیجه دونکم. وقتی که دجال که میگه برای من اگر باشم در بین شما، من اون کسی است که از شما دفاع میکنم، از شما دفاع میکنم و با دجال حجت و برهان بیان میکنم، یعنی از شما دفاع میکنم. و یخرج ولست فیکم، اگر دجال برآمد و من در بین شما نباشم، یعنی وفات کرده باشم، فامرؤ حجیج نفسه، هر یک کس از خود دفاع میکند، هر یک کس از خود دفاع میکند و حجت بیان میکند بر ضد کی؟ بر ضد دجال. ببینیم پیغمبر چی میگه؟ والله خلیفتی علی کل مؤمن. الله عز و جل خلیفه من است. برای چی؟ برای هر یک مؤمن. یعنی الله خلیفه ما است. ما که وفات کردیم الله خلیفه چی است؟ نگاه و بینکنی ما است، از ما دفاع میکند، ما را کمک میکند. برای همین الله خلیفه ما است، ما خلیفه الله نیستیم. این حدیث یکم. حدیث دوم حدیث صحیح است. حدیث دوم در صحیح مسلم است، از حدیث عبدالله ابن عمرو که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه وقتی که انسان سفر کرد چی میگوید؟ دعای سفر، اللهم انت صاحب فی السفر. تو میگویی که ای الله تو صاحب همین سفر هستی، همین سفر در دست توست. و چی میگه؟ والخلیفه فی الاهل والمال. و تو خلیفه هستی در اهل و مال ما، در اهل ما و مال ما الله خلیفه است. الله بعد ما را نگاه، یعنی فرزند و مال ما را نگاه می‌دارد. و همچنین در صحیح از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که اللهم اغفر لابی سلمه، یا الله بیامرز گناههای ابو سلمه را و درجه او را بالا بردار در مهدیین، و خلفه فی اهله، و خلیفه او شو در اهل او. ای الله خلیفه بنده است. وقتی که بنده که وفات میکند، انسان احتیاج دارد که یک کس او را در اهلش خلیفه شود، جایگزین شود، که او را نگاه دارد، سرپرستی کند. الله اهل ما را بعد ما سرپرستی میکند، فرزندای ما را الله سرپرستی میکند. الله خلیفه است. همین طور دیگر ما نمیتونیم گفتن به اون کسی که امیر مسلمانان است، خلیفه مسلمانان بگیم خلیفه الله، لیکن ما میگیم که خلیفه یا که خلیفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا که امیر المؤمنین. خیلی که از ابن ابی ملیکه مردی روایت است که مردی به ابوبکر رضی الله عنه را میگوید که ای خلیفه الله، مراجعت میکند به ابوبکر، ای خلیفه الله. پس ابوبکر چی میگوید؟ انکار میکند، گفت لست بخلیفه الله، من خلیفه الله نیستم، ولکنی خلیفه رسول الله و حسبی ذلك، یا که انا راض به، من خلیفه الله نیستم، من
خلیفه رسول الله هستم و برای من همین بسنده است، کفایه است، یا که من راضی هستم به همین. همه خیلی دیگر برای کی گفته می شود؟ برای عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگویند که ای خلیفه الله. پس عمر رضی الله عنه چی گفت؟ ویلک لقد تناولت تناولا بعیدا، وای بر تو مرا ندای گرفتی که ندایی که دور از حق است. ان امی سمتنی عمر، مادرم مرا چی نام کرد؟ عمر. فلو دعوتنی بهذا الاسم قبلت، اگر به همین نام مرا بخوانی من قبول میکنم. پس وقتی که من بزرگ شدم، یعنی کلان شدم و صاحب فرزند شدم، پس مرا چی میگفتن؟ کنیه مرا چی میگفتن؟ ابو حفص. اگر با ابو حفص مرا بخوانی، دعوت کنی، ندا کنی، قبول میکنم. ثم ولیتمونی امورکم فسمیتمونی امیر المؤمنین، پس شما مرا چی؟ مرا سروری خودتان گذاشتید، امیری خودتان گذاشتید، و برای کارهای خودتان مرا سردار گذاشتید، پس مرا امیر مؤمنین نام کردید. پس به همین نام مرا بخوان، برای من بسنده است. امیر مؤمنین بگو. برای همین میگم مرا به همین نام بخوانید، نگویید خلیفه الله. بین دو امیری که دو خلیفه‌ای که راشد هستند انکار کردن همین سخنه که مرا خلیفه الله نگویید. بعضی از همونایی که دلیل میبرن که خلیفه گفتن جایز است، خلیفه الله در زمین گفتن جایز است، آیت 30 سوره بقره را میبیارن که الله عز و جل میگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه خواهم قرار داد. در همینجا الله نگفت که من در زمین خلیفه خود را قرار دادم، گفت خلیفه در زمین قرار دادم، خلیفه در زمین قرار دادم. اون خلیفه در زمین قرار داد که مراد به همین چی است؟ آدم و فرزندان آدم. جمهور مفسرا از گذشتگان و از پیش و از حاضر میگویند که معنای خلیفه ای که الله عز و جل آدم خلیفه گرداند در روی زمین، از پسی کی، یعنی جایگزینی اون نفرانی که پیش از آدم بودن در روی زمین، پیش از آدم بدن در روی زمین. گفته شد در تفسیر که آنها جنها بودند که پیش از انسانیت در زمین کی زندگی میکرد؟ جنها زندگی میکردند. بعد آنی که در امین زمین جنها زندگی به سر میبردند. بعد آن که آنها به همدیگر جنگ کردند و کشاکشی کردند، الله فرشتگان را فرستاد، پس جنها را با آنها جنگ کردند، جنها را به جزیره ها و به کوه ها راندند. میگه که چی؟ یعنی آدم پس از کی آمد؟ جایگزینی چی بود؟ جنها در روی زمین، خلیفه جنها در روی زمین. یعنی خلیفه پس از چی است؟ پس از جنها در روی زمین خلیفه بود، جایگزینی چی بود؟ جنها. باز گفته می شود که دیگر قول دیگر هست که از فرشتگانی که یعنی جایگزین یا خلیفه آدم و فرزندانش خلیفه کی بود؟ خلیفه فرشتگانی که در زمین زندگی کردند بعد که جنها را از زمین راندند، کوها و جزیره ها. این معنای همین را دارد که انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه میگذارم. نگفت خلیفتی یا که خلیفه من، گفت خلیفه. برای خلیفه معنای خلف دارد، پس، یعنی کسی که پس میآید. باز چخیلی که میگوید در زیر همین آیت مفسرا ابن کثیر و دیگران میگوید ای قوما یخلف بعضهم بعضا، ای بعدی که آدم خلیفه جنها کی بود، بعد آدم کی بود؟ فرزندانی او خلیفه آدم بودند. ای قوم ها که پس از یک دیگر می آمدند، قوم ها بعد آدم خلیفه آدم بودند، جایگزینی آدم بودند. بعضی آنها جایگزینی بعد، یعنی که جایگزینی پیشینیان آدم که وفات کرد، بعد اون فرزندان آدم جایگزینی آدم میشوند. بعدی فرزندان آدم هم خیر رفتن میگیرد. میگه قوم یخلف بعضهم بعضا، قوم هایی که بعضی آنها بعضی دیگر را جایگزین میشدند، یا که قرنا بعد قرن، یا که عصر بعد عصر جایگزین یکدیگر میشدند، یا که جیل بعد جیل. همین معنا دارد که یعنی که آدم خلیفه چی بود؟ جنیان یا که فرشتگان به قول مفسرا، یا که فرزندان آدم خلیفه آدم بودن در زمین، جایگزین آدم. و چخیلی که الله عز و جل در سوره فاطر 39 آیت میفرماید جایگزین قوم دیگر است. الله میگه که و هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، میگه اوست ای الله که شما را در زمین جایگزینی ای خلیفه پیشینیان ای گذشتگان قرار داد. یعنی بعضی آنها را
جایگزینی بعض قرار داد. پس در اینجا مراد و مقصد از این نیست که همه آدمان چی هستن؟ خلیفه یا جایگزینی الله هستند در زمین. برای خلیفه از پس کسی میشوی که وی میرنده است یا که غایب است. برای همین به الله گفتن لایق نیست که ما فلانی خلیفه الله است. برعکس الله خلیفه ما در روی زمین، در فرزندان و در مال و در چیمون. ای در این آیت میگه مراد به این آیت چی است؟ مراد که بعضی آنها را خلیفه بعضی گرداند، بعضی آنها را جایگزینی بعضی گرداند. یخلف بعضهم بعضا، یعنی که بعضی آنها را از پسی بعد، یک نسل که وفات کرد نسل دیگر از پسی او جایگزین می شود. هر یک قرن، هر یک عصری که وفات کرد از پسی او عصر دیگر می آید تا روز قیامت. و همه خیلی دیگر الله از قوم موسی سخن قوم موسی را میاره در قرآن، در سوره اعراف 129 آیت الله میگوید که قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. در اینجا چی گفتن قوم موسی گفت به موسی را پیش از آن که به سوی ما بیای آزار دیدیم، یعنی شکایت میکنن قوم یعنی یهودان و پس از آمدنت نیز آزار میبینیم. گفت ای موسی گفت چون امید است که پروردگارتان دشمنی شما را هلاک کند و شما را در زمین جایگزینی آنها قرار دهد. جایگزینی آنها بعد فرعون، جانشینی پیشینیان شما، گذشتگان شما که و یارا نیست کند شما را بر جای آنها چی کند؟ جایگزین کند، خلیفه کند و بینگرد چگونه عمل میکنید. در اینجا چی میگه؟ جایگزینی کی؟ خلیفه کی؟ خلیفه فرعون، بعد فرعون آنها را نیست کند شما را در چی؟ در زمین تمکین دهد، پایدار کند، شما زندگی کنید. همین طور دیگر پیغمبر، قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میگه که ان الله مستخلفکم فی الارض، ای بعد آنه که قوم پیشینیان شما کافران نیست میشود شما را در زمین الله تمکین جایگزین میکند و به شما را چی؟ اسلام پره میدهد و پایدار میکند در شما را که شما چی کنید؟ بعد آنها حکمرانی در زمین کنید، ای اسلام حکمرانی کنید. چقدر در سوره مریم الله عز و جل میگوید فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غی. الله چی میگه؟ آنگاه پس از آنان جایگزینانی بد، یعنی آدمانی بد و ناشایستنی آمدند که نماز را، یعنی بعد آنها مردمان میبینند میگه که نماز را تباه کردند، ترک کردند، در وقتش نمیخواندند و هوس ها را پی گرفتند، هوا و هوس در پی هوا و هوس خود شدند. پس بر روز جزا گمراهی خود را خواهند دید، روز قیامت در دوزخ میسوزند. همه خیلی دیگر در سوره صاد 6 آیت الله میگوید که یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. همینجا الله چی میگه به داود؟ ای داود ما تو را در زمین جایگزینی کی؟ جایگزین آن کسانی که در تفسیر تبری میگه امام تبری، جایگزین آن پیغمبرانی که آن رسولانی که پیش از تو بودند که حکم میکردن بین چی؟ بین اهلشان، بین امتشان. ما تو را همچون داور فرستادیم که بین مردم به حق حکم کنی. این هم چی است؟ خلیفه الله نگفت، این گفت که خلیفه در زمین ای جایگزینی دیگر، جایگزینی پیشینیان در زمین. کی بودن پیشینیانش؟ رسولان گذشته، رسولانی که پیش از کی بودن؟ داوود علیه السلام بودن. جایگزینی همونا کرد که بین چی؟ بین امتش به حق چی کند و عدل حکم کند. همه خیلی دیگر الله عز و جل در سوره زخرف 60 آیت میفرماید که ولو نشاء لجعلنا منكم ملائکة فی الارض یخلفون. در زیر همین آیت امام تبری چی میگوید؟ تفسیر تبری اگر ما میخواستیم ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، شما را نیست میکردیم، پس و به جای شما در زمین فرشتگان جایگزین شما میکردیم، خلیفه شما میکردیم، جایگزین شما را نیست میکردیم و جایگزین شما فرشتگان میکردیم، یعنی بعد شما میکردیم که چی؟ مرا عبادت کنن. الله میگه مرا عبادت کنن. همه خیلی دیگر ابن عباس از علی ابن عباس میفرماید که در زمانت یخلف بعضهم بعضا، ای جایگزینی پیشینیان آنها میشدند. بعدی که پیشینیان وفات میکنند، یعنی گفتیم که الله آدمیزاد نیست میکرد، هلاک میکرد و بعد جای آنها چرا می آورد؟ جایگزینی آنها فرشتگان میکرد در زمین که برای الله عبادت کنند. این تفسیری که امام تبری. باز همه خیلی دیگر در این مسئله امام ابن قیم رحمت الله علیه میبرد همین دلیل را و جواب میده به اینها در کتاب مفتاح دار السعاده. باز حدیث دیگر میبرد که همون اونایی که میگن جایز است گفتن خلیفه در زمین، یعنی الله عز و جل شما را در زمین تمکین پایدار میکنه در زمین
زمین و مستخلفکم فیها، شما را پایدار میکند، شما را جایگزین قرار میدهد، جایگزین پیشینیانتان، پیشینیان نیست میاد، شما را قرار میدهد جایگزین به جای آنها. پس میگه فناظر کیف تعملون، پس میبیند الله که چی شما چی کار میکنید. فاتقوا دنیا، پس از دنیا پرهیز کنید، و اتقوا النساء، از زنها هم از فتنه زنها پرهیز کنید. خلاصه این درباره چی؟ درباره همین خلیفه الله در زمین گفتن درست نیست. برای گفتیم که الله در زمین خلیفه ندارد، الله میرنده نیست، یا که الله غایب نیست که با جای او یک کسی خلیفه شود. مردم جایگزین دیگران میشوند و چی دنیا هم خیلی میرود. همین دیگر گفتیم که درباره آدم علیه السلام که آدم گفته نمیشود که آدم خلیفه الله در زمین است، ولی آدم خلیفه گفتیم یا فرشتگان بود یا که چی جنیان در روی زمین، بعد آنها جایگزین آنها بود. با الله داناتر است. از دعای خود نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.